سلام، چطور متورین؟ حال احوالتون خوب باشه. بهاره هستم، به کانال من خوش اومدید. امروز من قراره که این شیور براون رو برای شما تست بکنم و اینکه برای خودم تست بکنم. البته تازه خریدم، دیروز خریدم، گفتم که بیام ویدیو بگیرم که ببینیم چطوریه. خب این روزا که میدونین دیگه تو این اینستاگرام یه چیزی ترند میشه و همه میرن سراغش میگیرن و یه جوری تبلیغ میکنن که آدم فکر میکنه که نه، من اینو ندارم، یکی از نیازهام برطرف نمیشه. حالا موضوع اینه که من کلا اصلا صورتمو اصلاح نمیکنم به هیچ روشی. مثلا آخرین بار پارسال من صورتمو شیپ کردم، ولی از موقعی که این تبلیغ میشه من خودم تو آینه نگاه میکنم، میگم که من خیلی صورتم مو داره، واقعا یه همچین چیزی احتیاجی که تو خونه باشه. من گیر تبلیغات افتادم. ولی خدایی من اصلا با تیغ چیزا دیگه که نمیتونم استفاده کنم، با تیغ هم خیلی رابطه خوبی ندارم و صورت من واقعا خیلی مو داره. فقط مثلا تنها حسش اینه که اونجوری مشکی نیست و زیاد مشخص نمیشه. این براون الان روش عربی اینا نوشته، مدل‌های مختلفشه. حالا اینا چرا عربی اینا نوشته؟ از جایی که من میخرم کلا محصولاتش رو از کشور عربی وارد میکنه، مثلا از دبی اینا وارد میکنه و برای همین اینطوریه و اصل و فیک بودنش هم اصله، چون من خیلی از محصولات دیگه هم میگم اصله. قیمتی هم که من خریدم 1,900، بازه قیمتیش هم از 1,800 هستش تا مثلا 2,400 500 هم حتی من دیدم. حالا اینجا بندر عباس و من 2 تا جا وسیله میرم دیگه، یه خورده قیمت ها پایین تره. آنلاین شاپا دارم، میتونید سفارش بدین یا موجود دارن یا براتون بیارم. من حتی تو دیجیکالا هم دیدم، توی دیجیکالا قیمتش هم بهتر از آنلاین شاپا بودش. حالا من فقط اونجا برای من باز کرد و دیدم مثلا کار میکنه، شارژی نیست. شاید بگین که هی حالا مثلا باتری تموم میشه، هی باید بریم دنبال باتری، اینا سخت‌تر بزنیم شارژ بشه، اینا آسان‌تره، ولی به نظر من بزنی شارژ سخت‌تره. ولی خب میگن که اصلا خیلی نگه می‌داره باتری، اونجوری نیستش که مثلا مصرف زیاد باشه تون عوض چیز احتیاج به عوض تعویض داشته باشه. این اینجوری از اینه و توی جعبش یه دونه خود دستگاهه که این بروشورشه که طریقه استفادهشو گفته، زبونهای انگلیسی، فرانسوی و عربی توش نوشته و اینجایی که کشور ما وارد نمیشه ما مجبوریم که همینجوری ببینیم. و یه دونه هم از این چیزا داره، این به اینجاش توی این افتاد، یه دونه از این براشا داره که بخوای تمیزش کنی. حالا خودش سایزش انقدره، میبینین از اصلا یک کف دست و اینکه این مثل روژ این سریش جدا میشه و یه دونه سرعت هم داره کلن. آها این باتریشه، اینجا جا باتریشه و تو این حالت. حالا من میخوام صورتمو تمیز کنم، ویدیو رو میذارم رو دور تند که ببینم که قشنگ تمیز میکنه یا نه. من مثلا توی بند زدن حتی پشت لبم اینا خیلی ظریفم، به نظر من برای این خوبه. صداش هم خیلی آروم و یه چیزی که همه جا میتونی همراهت کنی اینا. به نظر منم واقعا چیز خوبی، یعنی چیزی نیستش که مثلا فقط تبلیغ کرده باشم باب شه. و حقیقتا من خیلی وقت بود میخواستم بگیرم و یه ذره هی موندم حقیقتا که اینجا بیارن. اینجا مارکای دیگهش بود، این مارکش نبود. حالا بریم امتحان کنیم ببینیم چطوریه. کارهای اینم بهتون بگم دیگه، برم تون بزنم بیام، این کارش مثل تیغه، ولی به نظر من حالا اون دردسر تیغو نداره و اون استرسی که بخوای صورتتو ببری اینا رو نداره و احساس میکنم حالا همون جوری قطع میکنه مو چون از ته نمیزنه، ولی احساس میکنم اونجوری هم نیستش که موهات خیلی زبرتر در بیاد. هر چقدر بگن که
تیغ توی پرپشت بودن مو تاثیر نداره، ولی خب وقتی که مو در میاد میخواد مو در بیاد، چون که خب شما وقتی میزنین مو رو ریشه کلفتن حالت ممکنه مو دیگه اون داره بلند میشه و اون احساس زبر بودن اینا رو داری. اصلا میگم این کمتره یه ذره به خاطر حالا مثلا سریش، ولی خب مثل همونه دیگه، دقیقا مثل تیغه. یه طرف صورتم فقط زدم، میخوام باز کنم ببینید. این الان فقط یه طرف صورتمه، قشنگ مو رو چیز کرد، ببینید چقدر مو داشت. خب دیدین دیگه یه طرف صورت منو چیکار کرد، ولی در کل آیا یه چیزی که باید حتما داشته باشین یا نداشته باشین؟ به نظر من تیغ خیلی بهتره، مخصوصا که این عجله داشته باشه خیلی راحت میتونی صورتت تمیز کنی، ولی خب با تیغ واقعا نمیشه عجله داشته باشه چون ممکنه که صورتتو ببری. بعد این یه خوبی که داره اینجوری نورم داره و کلا توی مسافرت اونجور چیزا واقعا چیز خوبیه. به نظر من میتونین مثلا برنامه‌ریزی کنین برای اینکه بخوایم بگیریم. برای من خوب بود چون که میگم من صورتم اصلا تمیز نمی‌کردم مگر اینکه بخوام برم یه جشنی عروسی چیزی بخواستم صورتم مثلا شیو کنم. خلاصه اینم از ویدیو امروز، امیدوارم دوستش داشته باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.